آنچه که در تیم تراکتورسازی در شهر تبریز اتفاق افتاد اتفاق بسیار بسیار بزرگی بود. یعنی ورود 50-60 هزار تماشاگر نه در اروپا نه در آمریکای جنوبی و نه در آفریقا چنین اتفاقی نیفتاده. Where's the craziest the fans in the world? You've played in so many different places. Turkey, surely. Where's the craziest fans? That's a shout. Turkey. Turkey, yeah. Dünyada en çok taraftarı olan Türk futbol takımı İran'dadır. Adı da Traktör Sazi Tebrizi takımıdır. توی ایران طرفدار کدوم تیم هستین؟ قرمز. پرسپولیس. آها آره ما قرمز یعنی تراکتور. این برای یه ترک مهم نیست تراکتور قهرمان بشه یا نه، مهمه که طرفدار تراکتوره. تراکتور برای ما نفسه. تراکتور ما قشنگ واقعا میگم زانوامو میلرزه. من نمیدونم اگه نکته شناختی چیزی از فوتبال ایران و علاقه‌مندان فوتبال تو ایران داریم بفهمید. 6 سال آذربایجان بودم، باشگاه تراکتور رو میشناسم. یک ساعت قبل از مسابقه ما رسیدیم برای بازی با تراکتور و دیدیم که تمامی استادیوم کاملا پر بود. اون روز رو من نمیتونم فراموش کنم. تیم تراکتور ایران عنوان محبوب ترین تیم قاره رو به خودش اختصاص داد. خبری که ترانسفر مارکت داد و تراکتور به عنوان پنجمین تیم پرتماشاگر جهان یاد برد. کلا ارتباطات رو قطع کرده بودن، موبایل‌ها رو قطع کرده بودن. صحنه که دیدید تماشاگر اومدن تو زمین شد بزرگترین دروغ تاریخ لیگ برتر به همه گفت. تراکتور استقلال میبره و قهرمان میشه و